السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، امروز در یوتیوب ما داشته که یوانی جواب داد کلابی را، کلابی جواب داد یوانی را. من میخوام با شما جوانای عزیز، شما خیلی فیدن از اخداب ترسین. ما هممون برادر ما مسلمانیم، تاجیکستانمون آباد زیباست، باید فیدن جنگ ندازین، اخداب ترسین. من خودم کلابیم، یک ملت پرستی دوست نمیدارم. ملت پرستی یعنی محلگرایی. ما مسلمانیم، ملت پرستی خیلی گپا نیست. ما فقط مسلمانیم. محلگرایی نوز با ما کلابی اوش میگم، ما یوانی اوش میگم، ما غربی اوش میگم، ما دوشنبگیم. ما فقط مسلمانیم، اینا بدونی. ما بعد تو به برادر یوانی که تو میگی کلابی و دوزخ میرن از سال 90 با میخنی و غصب میکنی، تو گفتی من شوخی میکنم، تو برادر عزیز تو شوخی نکردی، تو در دل بخیلی داری، تو کینه داری نسبت به کلابی، تو بغض و عداوت در دل میپروری. تو اگر مسلمان باشی، تو اگر پیروی الله، پیروی پیامبر و پیروی الله باشی، تو گوش که چگونه پیامبر شوخی میکرد که زنی بود نزد پیامبر صلی الله علیه و آله، نومش ایمان بود. اومد گفت ای پیامبر، شوهرم تو رو به خونه دعوت میکند. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت شوهر تو کیست؟ همون که در چشمانش سفیدی است؟ این زن گفت نه، قسم به الله در چشمان شوهرم سفیدی نیست. پیامبر گفت نه، گفت در چشمان شوهر سفیدی هست. گفت نه، به خدا قسم در چشمان شوهر من سفیدی نیست. پیامبر گفت کسی نیست که در چشمانش سفیدی نباشد. بعداً این زن گفت که شوخی کیسه پیامبر، البته که زن نفهمید این شوخی کیسه پیامبر. شوخی پیامبر ببین چه خیلی حقه. از حسن رضی الله عنه روایت است که زن پیرانسال کمپیر پیش پیامبر اومد، گفت پیامبر در حق من دعا کن تا که من وارد جنت شوم. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت پیرانسال ها وارد جنت نمیشوند. این کمپیر خیلی گریه کرد. پیامبر گفت که نگفت تو در آن روز پیرانسال نیستی، گفت تو در آن روز جوان هستی. یعنی پیرانسال وارد جنت نمیشه، تو یاشی، تو یاش میشه بعد جنت میبره. الله تعالی یاش میکنه، با کیرت میکنه، بعدا وارد جنت میکنه، پیش همسر میبره. یعنی این که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پرسیدن ای پیامبر آیا شما با ما شوخی میکنید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفت من بجز حق چیزی نمیگویم. ببین شوخی پیامبر که چگونه حقه. تو یوانی که میگوی ما کلابیا دوزخ، تو شوخی میگوی من شوخی کردم، تو شوخی یهودی بود، تو شوخی نصرانیگی بود. تو مسلمان میشه شوخی تو اسلامی باشه. شوخی تو پیامبر ببین چگونه شوخی کردی. و جوانا شما خود بد اخلاق نشین، ویدیو کده ایت دشنام میکنین، ایت بدنام میکنین. بعد یا ازبک دشنام کرد، من نمی‌دونم دشنام کن تو باروش دشنام کرد امی نسیه تاجیکا. به خاطر که ما تاجیکا ایمونا گفتیم همون چو کنکوکش میگن چی میگن، خیلی نعوذ بالله نه خیلی کارو میکنیم ده، بدنام میکنیم. زن تاجیکا کامرا میکنیم، بجای امر معروف که زن تاجیکا نصیحت کنین یا یاردمش کنین، کامرا اسمین در یوتیوب بپردین. به عقل انسان ببینین، نخواد تاجیکا هم به عقل باشه. نخو ای برادر خودتون به قدر کردین. اول پگا باید نتیجه با مخته با لیونکت بعد نه جنگ با مخته با دشمن میکنه با تاجیکورا. برادر عزیز، پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمان برای مسلمان مثل آشیانه هاست. ما مسلمانیم. این مدقایمون، این مدقایمون. یکی متاش چپک شده سای، دیدم برادر یومانی که شوخی کرد، یکی متاش چپک کرده سای، فینه دکتر سای، دیگه همه مومن در تم میزنیم، بعد جنگ سر میشه. مسلمان برای مسلمان مثل آینه است. بود پیامبر صلی الله علیه و آله. من کلابی وقت برادر یوانی را دیدم، اون مسلمان که است، من مسلمان که هستم، وقتی من او را میبینم من گفتم من در آینه دیدم، زیرا که اون مسلمان است. برادر عزیز، نخواد این بدنام کنید. شما ببینید که من در ادنه کلاس یه ویدیو دیدم، نام ویدیو نماز سنی ها، نماز مشرکی یا نماز اسلامی. وقتی میدونم تماشا می ویدیو را، شیعه های تاجیکی ما نمی تاجیکستان ما، شیعه های ملت فروش، شیعه های وطن فروش، شیعه های دین فروش تاجیکی ما ویدیو کردن، در ایران هم ویدیو کردن. امروز ما را مذاق دارن، نماز پیامبر، نماز ابو حنیفه را مذاق دارن. و تماشا میکنم بودهای هم چند هزار ساله خیلی در موزه هستن، در موزه فرانسه در یه دولت ها همون بودها را صورت می‌سازن. میگه ببین نماز سنیان هم خیلی بوده وقتا. نماز پیامبر نماز مشرکی گفتن. نماز ابو حنیفه را میگه لعنت الله علی نعوذ بالله. دشنام میکنن شیعه های تاجیکی خطون میخوان هم تاجیکستان ما را مثل عراق سوریه کنن. میان شیعه های تاجیک در تاجیکستان خواهر اپا مادر ما و شما را صیغه میکنن، نیکای موقتی میکنن، بعد گروه با سه گروه با سر شما بعد میگذارن میروند. چی باکی یا دو
گام نمیزنه که بگه که شیعه چی باید خیلی میکنه ایروخ سوریه بدون جنگ شاید چی شید اینمی شیعه شید خیلی سونیه کش سونی خیلی شیعه را کش خیلی جنگ خیلی سر شید بین مذهب با مذهب عزیز خودی برادرای عزیز اخلاقتون خیلی بد چیزه بخدا ای خدا بترسین رپ گوش میکنی اون رپ یکم منفیت نمیگیری کم در سخن یک ملو را گوش اما مرو گوش کم در اخلاقتون کور بفرمونین برادرو یا ویدیو دیدم یک گوشتینگیری به خدا او به خدا گوشتینگی او گوشتینگی نیست او خدا را فراموش کرده گیاد گوشتینگیری هم توجیکی من نمیدونم خرا میگیره با خرا میواره میشپا نمو حیوان هم میگیره با پشتش میواره میشپا گوشتین کده است اینا بدونه گوشتینگی پیامبر صلی الله علیه و سلم با تو چی گفت وقت در راه رازه زبگ یک خر در تنش آهن از صاحب جوش که جقدگی قلاب کرده است پیامبر صلی الله علیه و سلم این خری کیست بعدن صاحب جو که این خری من است من آهن جوش کردم در پشت جقدم تو که نشانه شود پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت خدا بر آن کسانی که با این حیوان ها این گونه عمل میکنند یا که گوش های حیوان ها میبرند یا دم حیوان ها میبرند لعنت خدا گو بر این گونه انسان ها که با حیوان ها این گونه معامله میکنند مسلمان باید رحم داشته باشه پیامبر صلی الله علیه و سلم که کسی رحم به بندگان الله نمیکند الله نیز با اون رحم نمیکند رحم کنید شما با حیوان ها با بندگان الله کنده رحم کنید نخواه بخیزی حیوان خیلی گوشتی میگی نعوذ بالله خیزی توجیک تا بدنام کردیسین در روسیه خیزی فن کردیسین توجیک تمام به قدرش دگیه در تمام جو کافکاز ابید چگونه گیسن که ویدیو کردگیان برای سنجیدن وقتی ویدیو که عرق ندارم نوشیده سه جوانی کافکاز میاد اون مردم ایدیس عرق میگه مش کافر میده که تو دایج عرق نخت مسلمانی یا زنی کافکاز میبینه نصیحت میکنه رنگ توجیکور کامراش میکنه در یوتیوب پارتویاش نصیحت میکنه یاردمش میکنن ایش دستگیری میکنن شما توجیک چخلی کردین کردونا شما اولین درجه مسلمانین ما برادر یکدیگریم برادرو این خیخته بدنام نکنین وقت ای الله بترسین میخیزن ایتا بدنام میکنین ایتا بعد چو میکنن ازبکو روسو امریکایی کسی هست لا اله الا الله میگه برادری ما برادرو بید باید جا نکن برادرای کلوبی برادری یوانی کسی هست کم در اخلاق کنه خوب کنه یا ویدیو کنه که در یوتیوب پاده ای ویدیو شما کسی عبرت بگیره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شما یک صدقه میکنین یک سخن امر معروف میکنین یک کس نصیحت میکنین اینا شما میگه اینها را عملهای خود نشمارین شما نمیدونید نه در نزد الله اینا این کارا شما چقدر قدر داره یک سامان یک کمبغل همتی یک سخن خوب به برادرت نصیحت میکنی تو خیال نکنی این سخن این کاری تو کاری خیلی مایده تو نمیدونی در نزد الله چقدر این کار عمل چقدر قدر بلند وجود داره یعنی تو را به قدر میکنه ویدیو که یک کس ویدیو تو عبرت بگیره یک از عقلش کم در کار فرمان عقلش همه قمیگم تو همه قمیگم هم جوانه توجیکه با خدا برای آدم با عقل میگه که یک نقطه بس است اگر شعور از مرنه تو چراغ پیش کور است همه قمیگم میگن همین چراغ کور همین چراغ روشن در پیش کور بیابون ای روشنی چراغ هیچ استفاده نمیبره همین جوانه ما زمتش رسن با خدا رپ گوش میکنن باید گوش میکنن تمام عقلشون گم کردگیان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه در دنیا چگونه که زندگی کردی همچنان نمیری همین رپ باید گوش که بین اخلاقتون چخش دسته ای رپ ای بایش مو یگا منفیت نمیگیری رپ گوش کردی چی منفیت گرفتی آیا رپ تو همون فهمیدی که پدر قد چگونه معامله کنی مادر قد چگونه معامله کنی با همسر چگونه معامله کنی با فرزندا با همسایه با برادرات چگونه معامله کنی تو نمیفهمی با خودی رپ گوش کردین گوش دیلاتون سیاه شده اگر کم در یک سخن خدا و رسول گوش کنین شما هیچ وقت نمیخواد با برادر باید جنگ نمیکنین تا روسیایی نمیکنین در یوتیوب نمیپرین تا شرمنده نمیکنین ای خدا بترسین برادر ویدیو کنین پکازو خانه شنده ویدیو کنین فی سبیل الله ویدیو کنین که همین تاجیکستان آباد زیبا فیده ندازین برادر پیامبر صلی الله علیه و سلم از دست شما از دست اومد من دو چیز میرن بعداً داد میگن فیغان میگن که فایدهشون نمیکنه این دو چیز چی است یکم سلامتی دوم تنجی و امانی این سلامتی دست دادی که 1000 دارو بخرچی دیگه او سلامتی داشتی و وارث نمیتونی این تنجی امانی که هست یه دو دست دادی دیگه تمام دیگه چخیلی میاریش ای خدا بترسین برادر کم در قدر انسانیت کن یادیت احترام کن برادر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته